جنابی هالدون، این رو تو کردی نوبکار؟ من چیکار کردم؟ چرا مرا میزنید؟ تو رو میکشم. مایلش، مرا کشید. به شما دست نمیبردارم، لیکن گویید چرا؟ سببکاری چپه شدنی بنا تو هستی. برای چی من سببکارم؟ آخر ستون ها برای آن که مساله ساختمان را دزدیدی، برای همین چپه شد. مرا فریب کردی، همه را فریب کردی. نه، دروغ است. نه، اگر دروغ باشد این هم دروغ است. آیا پولهای دزدیده هم دروغ است؟ بگیر با چشمان خودت ببین. این همه دروغ است. تهمت، دروغ. استا خالد با سبب تو بستری شد. با سبب تو. چی خیر؟ خلیل با سبب کاری کرده تو بستری شده؟ نه اپا من نکردم، دروغ است. تو چطور با او چونین بدی رو روا دیدی؟ او تو رو همچون فرزندش دوست می داشت، اما تو چی خیل با او خواهینی کردی؟ اپا این کاری من نیست، خواهینی نکردم. توف برایت و تو لعنت باد. رزیل پلید. تو با پدرم چیکار کردی؟ آرام شو. چیکار کردی؟ لعنتی. کردی؟ تو چی خیل این تو فرو بخشم. دیدی؟ خواهی بخشم تو رو. قصدی پدرم را تو بگیرم. لازم نیست، من خودم حل میکنم. تو کیستی؟ ما رو ببخشید جناب. از پای کارتون شوید. می ارزد. برای پول نوچین می ارزد. جناب هالدون، این زن رو با فرزندش به حجره ببرید و من کاری لازم رو اجرا میکنم. روید. جنابی هالدون، من چیزی را ندزدیدم. آن بینایی مستحکم بود. همش دروغ است. قسم میخورم که دروغ است. نه یک بلکه 10 بنا چپه شود که پروانه دارم. اما تو مرا چپه کردی. نوبکار مرا چپه کردی. خیانت است کارت. به مانند مار گزیدی ایاس. به مانند مار. جنابی هالدون، وای جنابی هالدون، من هیچ کار نکردم. با من بیا. خلیل معیوب شد جنابی هالدون. بستری شد خلیل. از مرگ هم بدتر شد. غمگین نشوید. خود را به دست گیر. رفتیم. من دیوانه میشم. این چطور شد؟ آخر این تهمت است. وقتی من رفتم ستونها رو بریده بودم. استا خالد نشان داد. با کم کردن مسئله ساختمان دخل ندارد. ورقه بانک چیه؟ من چنین ورقه شخصی بانکی ندارم. آنها خلبکی هستند. اینها به خلبکی مانند نیستند ایاز. مبلغی از حد بسیار گذرانیده شده است. از این بر میآید که در صورت حسابی که با نام تو گشوده شده ثروت هست. این ناممکن است. من صورت حساب ندارم. چطور می شود؟ چخیل؟ سواش. ایاز ایست. ایاز مان رود گل. باز یگون فلاکت نشود. پروا ندارم گل. تو جدی میگویی؟ بله، اگر تیر باران میکردم دل هالدون با ایاز اینقدر نمیسوخت. خدا با من نصیب نکنند. گفتن که قصد بیگانه ها را میگیریم. بیمان تا رود. خوش طریق کمی جسور شو. اگر کمی تو جسور شوی اجرا میکنی. اگر گفته پیچیده را اجرا نکنی تو رو میکشد. قرضت رو با دیگر راه پرداخت میکنی. چه خیلی آنه؟ پول نمیدیم. بله.
زود طریق زود 2 دقیقه هم وقتت رو نمیگیرد. اگر دستگیر شوم هم چی میشود؟ آخر من طریق شنگول هستم. پدرم منو میکشد. من چه خیلی به این کار دست دادم؟ زودتر طریق 1 2 3 این چی گپ؟ Savaş! Savaş! مکتب رو پورا به اختیار گیریم در آنجا هم یاوری من میشوی. در آنجا فروشگاه هم میسازیم. البته در کار باشد میسازیم. آخر مکتب از آن خودمون است کو. این کار به من خیلی پسند اومد. ای معلم جان ببخشید، نخست از دستم لغزید. گریه کردن شر نیست عزیزکم، یعنی این ظرف باید میشکسته است. تو سلامت باش، مهمش تو غمگین نشو. انا این رو گیرو با زمین زن بگذار بشکند. آخر معلمه با زمین زن بگذار شکند. آفرین، بسیار خوب. اپای نرگیس خوش آمدید. ببخشید که نفهمیدیم، با ازی کمی خورسندی میکردید. همسری خانم صدیقه اکای خالد زیری بینا مونده است معلمه. چی؟ Savaş در کجایی؟ Savaş در کجاست؟ جناب سواش در حجرهش نیست. بگو در کجاست؟ در حجره خانم جانان است. جناب ایاز التماس، جناب ایاز. چی گپ است؟ ایاز میدانم که آن بینا با سبب تو چپه شد. برخیز و جوابگریش رو به عهده گیر. آن بینا با سبب تو چپه شد. برخیز. ایاز ایستو، آرام شو. تو دخالت نکن. مان جانان مان که جنابی ایاز دروغهایش را نقل کند. دروغگو تو هستی پلید. ایاز آرام شو، به خود بیو. یک طرفیست جانان. با سبب این استا خالد یک عمر بهوش خواب میکند. او را مرده ای زنده کرد به ناموس. دروغ میگویی. حکایه خوبی را نقل میکنی جنابی ایاز. تو به تلویزیون ها صحنه نویس که به نوشته هایت پول کار میکنی و به دزدی مجبور نخواهی شد. ها؟ ایوانی لعنتی. ایاز ایستو. جانان در نزد من این نامرد رو حمایه میکنی ها؟ بله او رو حمایه میکنم. تو دیوانه شده ای. با بیرون برو. تا بازدید جنابی ایاز، تا بازدید. باید زود با بیمارخانه روم ازگی جان. اپای سیبل در اینجا با تو میموند، فهمیدی؟ نروید التماس. ولی باید روم عزیزم. در این خیلی لحظه های وزنیم باید در بری نزدیکانمون باشیم، به آنها روحاً کمک کنیم. اپای صدیقه به من سخت احتیاج دارد. ولی من هم به شما احتیاج دارم معلمه. گوش کن، من زود میایم. تو با اپای سیبل اینجا نشسته بازی میکنی، صحبت میکنی، فهمیدی؟ همین طور نه اپای سیبل؟ البته من بازی های گوناگون رو میدونم. بازی میکنیم. انا دیدی؟ من حالا میروم و زود میایم. وقت تیر بر این میگذرد. وعده میدهید؟ البته من به تو وعده میدهم. خب این خیلی باشد من راضی. طریق؟ پدر
تو چی کار میکنی؟ در اینجا چی کار داری؟ من پدر، من در اینجا شکلات مانده بودم، شما خوردید. با خدا که آدر شپاتی میخوری. ما در چی حوالیم، اما تو چی درد داری؟ پدر، من با بحران شکلات گرفتار شدم و اونو باید بخورم. دیوانه هستی؟ نوبکار بنا چپه شده است، زیر آن انسان مانده است، اما تو باشی شکلات میگویی. با خدا که آدر بکشم. عیناً مثل مادرش است. سواش چی شد؟ تنجی است؟ ایاز با اتاقم در آمد و زورآوری کرد. برای روپوش کردن افلاسیش به من حمله کرد. اگر جانو نمی بود من رو میکشت. چی خیل؟ چرا این خیل کرد؟ آن ایاز چی خیل بینا را چپه کرده باشد و پولها را برای خود گذرانده باشد، ان همان خیل کرد. باز شرم نکرده مرا گناهکار کرد. تا حال او را حمایه میکنید؟ چی خیل؟ اکنون او را از کار نمیرانه. راندن؟ جنابی هالدون گوش کنید. ایاز این شرکت را مفلس میکنه. این آدم موری میباشد که در عائله شما پناه یافته است. در روزهای نزدیک این آدم همه امان را مفلس خواهد کرد. او شخصی بی‌ناموس و افلاس است. ببخشید جناب، در پایان روزنامه نگاری آمده است. این از کجا پیدا شد؟ از حادثه خبردار شده است و میخواهد که بر روزنامه چنین خبر رو پخش کند. انا اکنون تمام شدیم. دفع کن. یگان درو گفته از اینجا ران. حالا با او مشغول شده نمیتوانم. رو. خوب شده است جناب. چی کار کنیم ها؟ این حالا دوام دارد. شما باید او را زود از کار رانید. در عکس حال به غارت شرکت خود شما را گناهکار خواهند کرد. آخری این کار تا غارتگری و مفلس شوی است. افسوس که جناب هالدون در مجلس مدیران اشتراک دارد و این مجلس تمام روز دوام میکند. تنها 2 دقیقه خانم. 2 ثانیه هم وقت ندارند. عذر میخواهم. باید با جناب هالدون واخورم. این مسئله بسیار مهم است. من در اینجا منتظر میشوم. لطفاً عذر میخواهم. جناب احمد، التماس به اینجا بیایید. بفرمایید خانم. برای به بیرون بردن جناب یاری میدهید؟ جناب مرحمت، برآمدگاه در این طرف. با نام من این صورت حسابی خلبکی را کیک شده است بگویید، وگرنه در نزد دادستان به جوابگری کشیده میشوید. در اینجا یگان خطا نیست جناب. من خطا شد نمیگویم. من در این بانک یگان خیل صورت حساب ندارم گفتم. شما گوش کنید. اصلا تو مرا گوش کن. به این کار دست داری یا نه نمیدانم، اما حقیقت آشکار می شود و چون حقیقت آشکار شود و تو در این کار دست داشته باشی، حیاتت را به دوزخ تبدیل می دیم. در اینجا یگان نیرنگ نیست جناب. 1 دقیقه. نگاه کنید جناب. برای کشادن صورت حساب شما عریضه نوشید و در زیر امضا هم دارید. آیا این امضا از آن شما نیست؟ این چه خیل شده است؟ ایاز، پسرم بخش است که این حجت ها رو از شرکت روان کردن تو که امضا گذاری. چی شد؟ فوری بوده است، باید که امضا کنی. مایلش بعد امضا میکنم. نه هالدون انتظار است کنی امضا گذار پسرم. با اینجا با اینجا هم تمام، با اینجا هم گذار. آفرین، اکنون خواب کن پسرم خوابی خوش. قلاب ها. پراندری خود را بسیار پسندیده است. تبریک میکنم که عملیاتی با موفقیت بود. تشکر، کاری ما همین است. با دقت باش، در جایی که با تو کاردار نیست به بلا گرفتار نشوی. به مانند چی؟ به مانند بینای جندن انشاءات که چپه شد.
میدانیم که این هالدینگ منبعی درآمدی توست. بعضی ها همین را میدانند، مخصوصا یک روزنامه‌نگار. روزنامه‌نگار؟ بله، روزنامه‌نگار. فکر میکنم که ناخواست سیرت فاش شده است. هالدون دهان شاگردش را محکم کردن نتوانسته است. اینش را نمیدانم، اما روزنامه‌نگار از پس خبر است. عاید بنای چپه شده سوالی بسیار میپرسد. شخصی میباشد که با پول خریدن نمیشود. مگر چون این شخص ها هستند؟ متاسفانه هست. مقدارشان کم است، اما بعضیشان در دنیای زندگی میکنند که حقیقت ندارند. فهمیدنش دشوار است، اما چنین آدمان هستند. شاید اما هرگاه نیش شده میتوانند. فکر میکنم که این ساحه توست. بله، این قسم دوست داشته کار من است. قسمت تازگی. حل میکنیم. آمدم. یا توبه ایستید، آمدم. این که باشد اینقدر به طاقت است. چرا این خیل میگویید پدر؟ ایاز هیچگاه این کار را نمیکند، هیچگاه. ایاز برای شما جانش را دریغ نداشت. این شرکت را از مفلس شوی نجات داد. فراموش کردید. جانم دخترم میدانم، اما چی؟ دیگر چیزها هم هست دخترم. چی هست؟ باز چی شود؟ آیا ایاز را نمیشناسید؟ خدمت هایی که ایاز به شما کرد چه خیلی زود فراموش کردید. ایاز، پسرم برای چی به من این خیلی نگاه میکنی؟ این چیست؟ این چیست؟ با من بگو که این چیست؟ من از کجا دانم؟ کاغذ است آخه. دروغ نگو. تو بسیار خوب میدانی این نسخه همان کاغذ است که یک سحر مرا بیدار کرده امضا کناندی. تو با این کاغذ ها خواستی که مرا بدام افتانی. سفسطه نگو ایاز، پسرم دومی چی؟ نخود این تاب کنم. با سوش هر دو به من دام گذاشتی. چرا از من اینقدر نفرت میکنی؟ ها؟ من به تو چی بدی کردم؟ من به تو چیکار کردم؟ بگو چرا؟ ایاز، سخنت رو دونسته بگو و به من تهمت نکن. تهمت را من نه تو کردی. تو سوش و اون کارمندی بانک چه اینقدر نقشه بی‌ناموسانه کرده توانستید؟ چرا؟ بس است. چرا بودنش را نمیدونی؟ از تو نفرت میکنم. به خانم آمده ترتیب و نظام خانه رو ویران کردی. هالدون تو را دیده فرزندش را فراموش کرد. آیا نمیبینی که یک روز هم معامله‌ای که با تو کرد با فرزندی خودش نکرد؟ به مانندی مار به بین ما وارد شدی. تو راحتمون را دزدیدی. با رفتار و کرداری سختر شوهرم را فریب کردی، دخترم را فریب کردی. بعدرم همچون پشه آمده جای شدی. باز نقل کنم. برای همین با سوش نقشه کشیدید ها؟ بله، برای همین همراه با سوش نقشه کشیدیم و بسیار کاری خوب کردیم. آیا من با جانان آیله‌دار شده به ثروت صاحب شدن اجازت میدادم؟ برای خوردن حق پسرم اجازت میدادم؟ از کوه آمده میخواهی که در باغ بوده ها را رانی؟ تو خودت سزاوار شدی. بسیار خوب کردم، حتی کم کردم. کارت به جزا نمیماند خانم گیگ. جزایت را میبینی. حالا میبینی. همه اتان میبینید. وقتی حقیقت آشکار شود تو هم آن سوش بیناموسم برای گریختن سوراخی میجویید. از دست چیزی که بیاید بگو. بدبخت، اکنون از خانه هم دفت شم. بدبختی بیار گم شم. با گفته هایت یا این که به دیده هایم باور کنم. ببین همش در همین جاست. معلومات و حجت ها همه در همین جایند. اما این دیدی وقتی که من هم دیدم همین خیل شدم. باور کرده نتوانستم، اما همش همین است. چه شده باشد یا اینکه وسوسه کرده باشد.
عقلم قبول نکرد و برای همین هم آسان نیست جانان. نه، اگر این روز باشد هم باور نمی کنم. چیزی هست. کسی چی کاری کرده است. کی؟ مثلا سواش به ایاز نفرت دارد. این رو شما هم می دونید. انیق چینای رنگی کرده است. چی خیر؟ چینای رنگ کرده باشد؟ سواش پسر کلیج دهن است. پدر و پسر رو از همه خوب شما می شناسید. لبای هالدون میدونی بسرم چی بلا آمد. ایپک چی شد؟ چی شود؟ آن ایاز گفتنی جوان خانه آمده و من حمله کرد. چی؟ کای چی خیر؟ چی کار کنم؟ دشنامو تهدید کرد و حتی چی ایپک؟ حتی مرا زد. مرا باری هم نزده ای و جوانی به خانه قبول کردند. مرا زد راه بری آن شرکت میشم گفته مرا تهدید کرد و من سخت ترسیدم. او را میکشم. چی خیل این کار را میکند؟ چی خیل بزنی من حمله میکند؟ پدر چی شد؟ ایاز به ایپک حمله کرده است. ایپک را زده است نوبکار. ای من این ساده بودنت رو دوست میدارم هالدون. با مانند خودت پسری بدبخت رو یافته ای. اما تو انتظار شو که من با آن جوان چی کار میکنم. تو انتظار شو. او را میکشم. پدر ایستید. آرام شوید پدر. تویی؟ برای صحبت آمدم. پدر جانان با اتاق کاریت رو. اما پدر با اتاقت رو. باری آخر با شما صحبت کرده همه چیز را میفهمانم. باور کردن یا نکردن کاری شماست. آن بنا نه از برای کم بودن مصالح ساختمان بلکه برای آنکه ستونهای مهمی آن بریده شده بودند چپه شد. پیش از چپه شدن با اوستا خالد ستونهای بریده را دیدیم. هر که این بنا را چپه کرده باشد میخواهد که این جنایت را به گردن من بار کند. این یک. دویمش صورت حسابی بانکی که در بیمارخانه برای من زدید ساخته است. بله امضای من است. اما عریضه کشادن صورت حساب را سواش و خانم ایپک نوشته‌اند. یک سحر مرا بیدار کرد و جناب هالدون انتظار است گفته یک چند حجت ها را امضا کنم و من نخوانده امضا کردم. افسوس که آن کاغذ ها عریضه اویدی کشادن صورت حساب با نام من بوده است. بعد به خانه رفتم. با خانم ایپک صحبت کردم. اعتراف کرد و گفت که با سواش آماده کرده است. بس از بس. نوبت زنی من آمد. سواش را زدی بس نبود که باز به خانه رفته زنم را زده ای. چی ها میگویید؟ این دروغ است. من دست نمیبردارم. نمیتوانم. خواهم هم نمیتوانم. حیفی تو ایاز. حیفی آن نانی که به تو دادم. در کوچه ها یتیم مانده بودی. به خانه هم قبول کردم. در خانه از چیزی کم نبودی. تو را از پسرم بالا دانستم. در نزد پسرم و زنم تو را دائم حمایه میکردم. یتیم است، گناه است و عیب میشود گفتم. آیا من سزاوار همین بودم؟ بر عوض نیکی و رحم همین را روا دیدی. اما حقیقتت را دیدم. خیانتت را دیدم. مرا فریب کردی. دخترم را فریب کردی. برای گرفتن ثروتم دخترم را به خود جلب کردی. اگر تو را در اینجا نکشته باشم
بدان که برای نیکی بر دروغت است. از اینجا برآمده رو. تو را نه در خانه، نه در نزد دخترم و نه در شرکت ببینم. اگر ببینم به نام خدا که نابودت میکنم. دفع شو از اینجا، رانده شدی. عریضه استعفایم. با من باور هم میکردید این را میدادم. حتی دیر کردم. با قهرمانی قلیچ چشم پوشیدید و روز مرگی ساتو، روزی که ساتو شهید شد باید این را به شما میدادم، اما شما را پدر دانستم. برای همین فشار نآوردم. حالا از قلیچ ذره فرق ندارید. چخیلی که به قلیچ و پسرش زید باشم به شما هم زید هستم. آیا باز تهدیدم میکنی؟ نه، من قلیچم که شما را تهدید کنم. تنها میخواهم بگویم که در نزدم چقدر قدر دارید. دانید و طبق آن مناسبت کنید. حقیقت البته روزی آشکار می شود. باوری کامل دارم که آدمانی پدرم را کشتند و شخصانی که مادرم را کشتند البته روزی به خاک یکسان می شوند و این تهمت آشکار می شود. فهمیدید؟ ها؟ فهمیدید؟ کارهایی که در گذشته کردم از تحت دل بودند. نه برای آنکه به خانه مرا قبول کردید، بلکه برای آنکه به ناحقی دچار شده بودید. اگر امروز هم باشد آن کار را تکرار می کردم، ولی دیگر به شما باور ندارم. تمام جناب هالدون، تمام. همش همین، تا همین لحظه. خلیل، چه خیل به تو روا دیدن، چه خیل. نخود برای پول ناچیز انسان را به چنین احوال گرفتار کنند. بیاس نخود این طور کنند برای خاطر پول ناچیز. خود را به دست گیرید التماس. بینید اکای خلیل خوب است، زنده است، به نزدیک شفا مییابد. درست است، نفس میکشد، اما این احوالش نگر که به مانندی گوشتی جمع کرده شده است. او عموما گپ زده نمیتواند و با پا خسته فرزندانش را سیله کرده نمیتواند. اپا جان، شما باید نیرومند باشید، خود را از دست ندهید. مردی که به مانندی کوه بود حالا بیستری شده است و من چخل به پا راست ایستم. آن آدم خانه‌ام را ویران کرد، خانه‌ام را ویران کردم، او را محو کرد. او خودش را نیز محو کرد. اپا جان، گمان میکنید که خدا او را به جزا میگذارد؟ تو با کدام رو به اینجا می آیی؟ تو چگونه آدم هستی؟ تو چگونه آدم هستی؟ او همین است؟ همین است، خودش است. برای دیدن کاری کرده آمده. بیا ببین، انا ببین استا خلیل را ببین. استا خلیل را ببین. با خلیل نگاه، او به این سزاوار بود. چه خیل روا دیدی؟ بگو که چه خیل روا دیدی؟ اپا این خیل نگوید. اپا نگو، مرا اپا نگو. چیزی که به خانه‌ام آمده خوردی و نوشیدی زهرت شود. چه خیل به خلیل روا دیدی؟ چه خیل روا دیدی؟ چه خیل این کار را روا دیدی؟
چی تا به این کار دست زدی ها؟ هالدون نابکار غمگین می شوم که برای خاطر این رفیقت بوزی هم نکشتی. بیا برایت یک دو گپ دارم. زن خواهرم، تو هم بیزن. شپوتی تو با من از این تهمت و ناباوری اپی صدیقه سختتر نمی رسد. تو هم بیزن. اوستا خلیل تو را دوست می داشت. نامت را از زبانش باری هم دور نمی کرد. جنابی عیاز می گفت. جنابی عیاز آیا او سزاوار بود؟ آیا به این همه سزاوار بود؟ این همه تهمت است اپا. دروغ. بینا برای بریده شدن ستونها چپه شد. این را اوستا خلیل هم دید. با من نشان داد. همه وقت بینا چپه شد. بینا نه برای کم کردن مسئله ساختمان بلکه برای بریده شدن ستونها فرو رفت. تو این خیل میگویی برای آن که خلیل جواب دادن نمیتواند؟ این چه اهمیت دارد؟ آخر جواب دادن نمیتواند. باز حقیقت باشد هم به خلیل چی فایده دارد؟ آیا خلیل راه گشته میتواند؟ گپ زده میتواند؟ آیا خلیل به فرزندانش رسیده میتواند؟ برای یافتن رزقش رفته میتواند؟ خلیل همین رو بگو. همینش رو بگو. حقیقت همین است مگر؟ اپا جان، اکای خلیل با خود می آید، نگاه کنید. خلیل؟ اکای خلیل؟ خدایا شکری به اندازه. اکای خلیل؟ کسی به من باور نمی کند. اپی صدیقه هم باور نمی کند. میگویند که بینا با سبب من چپه شد. التجا می کنم حقیقت را بگویید. این بچه هم مسئله ساختمان را دزدیده است. همین خیل گفتند. تو رو این آدم به این احوال گرفتار کرده است. این آدم باز آمده از من بخشش میپرسد. قربانت شوم. چشمانت را کشو. به این دفع شو بگو که دفع شود. کاش و جای شما من می شدم اکای خلیل. اما شما می دانید تا امروز من لقمه حرام نخوردم. این را از همه خوب شما می دانید. یگان روز حقیقت را به اپی صدیقه می گویید. می دانم که دامی آدمانی دامساز را ویران می کنید. فکری آنها مهم نیست. اما آدمانی که دوست می دارم با من باور نکردنشان مرا غضبی می کند. آن آدمانی افلاس برای منفیت های خود خونی آدمانی بیگناه را ریختند. صدها را کشتند. صدها شهید شد اکای خلیل. شما صدها را می شناختید. غریب و یتیم بود. غیر از کوچه دیگر چیزی نداشت. به خاطر راهزن نشدن افسر شده خواست کاری خوب بکند اما نگذاشتند اکای خلیل. صدها در آغوش من مرد. او را نجات دادن نتوانستم اکای خلیل. شما را نیز نجات ندادم. نتوانستم اکای خلیل. نتوانستم. نجات ندادند. دانستن کسی مهم نیست. شما حقیقت را میدانید که این برایم کفایه است. اگر زبانتان این را نگوید هم میدانم که دلتان تصدیق میکند.
برایم دعا کنید اکای خالد. برایم دعا کنید. برای با آن افلاسان مبارزه بردنم برایم دعا کنید. دانم که برایم دعا میکنید، این خود کفایه است. هالدون، این ایاز چگونه انسان هستند؟ چگونه؟ گوش کن. از کوچه یافتی و رحم میکنی گفته ما خود را زیر خطر گذاریم. چطور این را شهر میدی؟ آن نابکار به سر همه بلا شد. بینا را نه تنها به سر تو، به سر من هم چپه کرد. با تو چی علاقه دارد؟ چه خیل به من چه علاقه دارد؟ علاقه بسیار دارد. احمقانه گپ نزن. در شرکت همه کی بودن رئیس حقیقی را میدانند. گوش کن، روزنامه نگاران مرا تعقیب دارند. یگان خبری برای همان مانع شونده کنند، قسم میخورم که همتان را جزا خواهم داد. به این هم راندم. کم است. دعوا کن، به دادگاه رو. حبس شود. نه، اینش از حد زیاد است. تو به من زیدیت نشون میدی ها؟ تو به من زیدیت نشون میدی ها؟ میکشمت. بس سال هاست که مرا عذاب دادی. با خونی ریزاندن مرا نیز شریک کردی. با ریزاندن خونی شهید مرا شریک کردی. بس از فهمیدی بس. تو هرچه که در دل داری نقل کن. گپ زن. آن جوانی که میخوای حبس کنی همه چیز را میداند. تو چه میگویی نابکار؟ میداند که برای خود را قهرمان اعلان کردن افسران بیگناه را بدان گرفتار کرده کشتی، اما خب کرد و برای خاطر من چیزی نگفت. تو چه میگویی نابکار؟ از عملیات چه خیل با خبر شده؟ آن کودکی که دهانش بوی شیر میکند از کجا میداند؟ پلی را که برای خبر کردن تو برد، آنجا در بالای میز روزنامه نگار حجت ها را دیده است. برای حمایت کردن افسران رفت، اما آدمان تو بدان گرفتار کرده همشان را شهید کردند. همه چیز را به من نقل کرد. به نزدم آمده حسابات پرسید. اگر آدم می بودم من هم از تو حسابات می پرسیدم، اما به مانند آن کودک نبودم. کسی که این را میداند میمیره. تو باشه آن وقت آدم شده زیدیت باید نشان میدادی. این طرف گذر. بس است. کفایه است وگرنه خلطه رو پاره پاره میکنی. این ضربه ها برای کلیج بود یا این که ایاز؟ با ایاز سگ کار ندارم. باوری داری؟ هالدون سگ خواهین را پیدا کرد و من بعد کسی او را نجات داده نمیتواند. گل فهمیدم. بیا برایم که دیر شد. چه شد انقرگی؟ به مانندی سگی در زیر آب مانده میترسی ها؟ اما ترسیدن خوب است. انسان را زنده نگاه میدارد، انسان را به پا نگاه میدارد ها؟ من دشمنی جسارت هستم انقرگی. از کلیش دهن ترسیدن خوب است. بر ضد من کسی جسارت کند جسد میشود. تو دیوانه هستی، دیوانه. نه، من کی بودنم را بسیار خوب میدانم. ای انقرگی، من کلیچ دهن هستم. اگر کسی به امرم اطاعت نکند و سرکشی کند از رایل خواهم شد. میکشم. کلیچ نکن. خاموش شو وگر نمیمیری. حالا باشد نفس هم نکش. فهمیدی؟
این چی بود؟ پدرم. صدای تپانچه بود؟ چی شد؟ شخل وارد شدن تیر را حس کردی؟ ما رو پراندی. بله تو را پراندم، اما انقرگی نترس، نمیمیری. اگر در دستم سلاح باشد بدان که دستم اسباب فیلم برداری است و هر جزءت را از نظر خواهم گذراند. تیر از بری رگت گذشته و جای سرگوشتت جایگیر شده است. فهمیدی؟ جای ترس ندارد. بیمان تا که من بر این انسان این قدرش را بدانم که از کجا در آمده، از کجا میبراید. پدر کلیج پدرم رو پروندم. داد نزن، جای داد زدن نیست. تنها خون میریزد و اگر بالایش را پخش کنی در دوام 10 دقیقه شخ میشود و بیمارخانه هم رفتن لازم نیست. اما اگر آن ایاز حبس نشود، این تیر از این سو در آمده از آن سو میبراید. فهمیدی؟ فهمیدم. پدر بین همشیره هایت هم می آید. گفته هایم را فراموش نکن. پدر جان، پدر پدر جان، چی شد؟ او با شما چی کار کرد پدر؟ هیچ گپ نیست دخترم، هیچ گپ نیست. خیلی هیچ گپ نه، آخر خون می رود. دخترم ایست دخترم، آرام شو. یک طرفی است. پدرت رو فراموش کردی دخترم. جانا نیست. ایست. پدر خوب هستید. دادرم مه اینها رو بگیرو. مادرت رو مجبور کن که خورد. تمام روز هیچ چیز نخورده است. تشکر اپا. اکای خلیل، میدانم که شفا مییابید. خدا خواهد. خدا بزرگ است. شما به خود می آید. اپا جان، من اکنون باید روم. مایلش ازگی خودش تنهاست، میدانید. فهمو دخترم، خدا از تو راضی باشد. خدا از شما هم راضی باشد. پخش کن دخترم، پخش کن. هلدون چرا این خیل شد؟ آخر کلیج تو رو دوست میداشت. احمقانه گم نزنی پیک. آن به نامود برای چی مرا دوست دارد؟ همراه میخوردید، میگشتید. آخر من همین خیل فهمیدم. با پلیس خبر نمیدهیم؟ پلیسی چی دخترم؟ آیا پلیس با آنها برابر شده میتواند؟ اینجا شهر بی دروازه است. شما را پرونده آزادانه میگردد و این چشم میپوشیم. چی کار هم میکردیم؟ زمان آنها است. سرخور شده است. یگان کس نه دور شو میگوید، نه یک طرفی است میگوید. ترتیب و انتظام از آن آنهاست. گوش کن، امروز در اینجا یگان حادثه رخ نداد. فهمیدید؟ شما باشد چیزی را ندیدید. اکنون روید، مرا تنها گذارید. اما پدر. رو دخترم، رو. خدا شفا. پک. کاش که آنجا می ایستادی، کاش که نرفته مرا می شنویدی، کاش که گفتم می توانستم که تو را دوست می دارم. ایاز، دلی من با نگاهی اول به تو گرم شد. من تو را دائما دوست می داشتم، دائما دوست داشتم. خواستم که دور باشم اما دور شدن نتوانستم. تو هم از من روی گرداندی جانا. تو هم مرا تنها گذاشتی. آخر هر چی هم شود از هم جدا نمی شدیم کن. خدایا کمک کن.
айази ту дигар нашудааст ҷонон. қасам мехӯрам. ҷонам зарраи қадр надорад, аммо ба он зоти пок қасам мехӯрам ки ман дузд нестам, қотил тамоман нестам. худованд медонад. хайрият ки худо аст. ӯ ҳақиқатро медонад. ти инҷи аст? дуздида барои харҷ кардан ба таътил меравӣ? аяз, бояд ту ба ин хона намеомадӣ. ту аз они кӯча будӣ ва бояд ба ин ҷо намеомадӣ. ҳалдун ва ҷононро фиреб карда соҳиби сарват шуданӣ будӣ, а? фарзанда, хатои бузург кардӣ. ҳангоми лозимӣ чӣ кор карда тавонистанамро ба ҳисоб нагирифтӣ. худатро таъриф накун. ман мисли ту ҳисоби китоб намекунам. аммо як чизро медонам ки дар охир ҳамаи мо ба сӯи худо бармегардем. инро низ донӣ хуб мешавад. ист ҳоло. дар даруни он борхалта чӣ мондӣ? либосҳоям. либосҳои чӣ? ту паноҳҷӯ ва тайёрхӯр ҳастӣ. ту дорои либос шуда наметавонӣ. аз ин ҷо партов ҳам бурда наметавонӣ. бимон, бимон! акнун ба ҷои сазовор будаат, яъне ба кӯча, ба партовгоҳ баргард. чун ин ҷойро танҳо дар хобат хоҳӣ дид. дафт шав аз ин ҷо. меравам. медонам. ҳамаи суханат ҳамин аст? не, танҳо як чиз ҳаст. ту ҳақ будаӣ. дар ин ҷо шабе ки бароят гиря кардам, ба ман шахсеро нишон додӣ ки аз олами дигар буд. ту ҳақ будаӣ. он вақт нахостам ки бифаҳмам, аммо ҳоло бошад бисёр хуб фаҳмидам. худо ҳофиз аяз. Aşan bilir karnı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey, zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını,
gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Selvinin dalları boyundan uzun, yavrular gözümde bir salkım üzüm. Ölmeden görseydi aman 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 aman, o yari gözüm, o yari gözüm. Koyun kuzu kurban aman aman. Haldon Haldон ба чунон ифлосе гирифтор шуд ки малоикаҳо биоятам ӯро халос карда наметавонанд. ба болои он рӯзноманигореро равон кардам ки агар ҳотами той бошад ҳам ӯро харида наметавонад. маҳв шуд зӯҳро. ҳоло исту ист. акнун ба ӯ чунон найрангӣ мекунам ки ҷони боқӣ мондаашам мебарояд. چی خیلی یعنی؟ یک آدمی اوغور با من آیدی جندن هولدینگ حجتی را داده بود. آن وقت با این مشغول نشده بودم. فکرم در دیگر کار بود. اما بعدا حجت را از نظر گذراندم و یک نقشه را ترتیب دادم. باید بسیارتر زمین خریم زهرا. زمین هایی که تو داری از این هم بسیارتر داشته باشیم. زمین های من؟ بله حیاتم. زمین هایی که در نام تو قید کردم. فهمو، اما من آنها رو فروختم. چی؟ فروختی؟ چه خیلی فروختی؟ تو خودت فروش گفتی. زمین رو فروخته با پول نقد تبدیل ده که به خارج می رویم نگفتی؟ گفتم. ای خدا، درست است. این خیلی باشد همش رو فروختی. افسوس که ها سراسیمه کردی. بسیاری از آنها با نرخ ارزان فروخته شد. سببگار این همه اوغوری به عقل است. ببین که با آن به عقل باور کردم چقدر خطا کردم. قادر اینطور باشد زمین ها را که خرید؟ پیچلی گفتنی شخص. پیچلی؟ مرحمت باز به نزدم برآمد. پیچلی؟ این پیچلی کسی که نباشد هم اگر شناس شوم بسیار خوب می شود. شاید پیچلی را به خود جلب می کنم. زهرا چی فکر داری؟ بله از آن اوغوری به عقل یگان فایده نیست. آفرین قادر، آفرین. البته انا همین خیل اگر پیچلی را به خود نزدیک کنم به کوله می برایم. با کوله بلندترین ببرایم. زهرا چی فکر داری؟ بسیار خوب است. کم است دعوا کن به دادگاه رو حبس شود.
اینجا شعبه پلیس، شما رو گوش میکنیم. نه کرده نمیتوانم. به ایاز این رو کرده نمیتوانم. پسری حمزه است. نه کرده نمیتوانم. نمیتوانم. نه خلیج نمیتوانم. مرا به چه احوال گرفتار کردی بی ناموس؟ اما اگر آن ایاز حبس نشود، این تیر از این سو در آمده از آن سو میبراید. فهمیدی؟ روزنامه‌نگار همین است. کسی را بیدار نکرده پرسجو کن، یا با زوری یا با زر. تو این را فهمیدی؟ بدان که رحم کردن نیست. اطاعت. اینجا بیا روزنامه‌نگار اجر. راگرد. مرحمت. میخواهم با مدیری کل واخورم. حالا مساعد نیستند. آیدی چی واخوردن میخواهید میگفتید؟ آیدی باد و هوا. برای واخوردن نامتون رو قید کنم؟ وقتی که مساعد شدن به شما زنگ میزنیم. البته، اما لطفا نامم را شما نویسید. نویس. نامم کلیچ، نسبم دهن، یعنی گنرال پالکونیک کلیچ دهن. عذر میخواهم، زود خبر میدهم. اینها حجت های منند. به یگان کم بودی. این کلیدی ماشین. این باشد ساعتی شماست. این را بگیر. این را به تو داده بدم. این ساعتی است که بار اول پدرم به من داده بود. پدر کمبغلم سالها پول جمع کرده است که با برابر خط کردنم به من ساعت خرد. روزی که دیپلم را گرفتم این را به من داده بود. ساعت قیمتترین همان زمان است. تو هم پسری من به شمار می روی. اگر مرا همچون پدر دانی میخوام این را به تو دهم.
не падари ман нест. падари ман мурдааст. падари ман кушта шуд. ё пулро гирифта ин хабарро нашр мекунӣ ё ин ки ҳозир туро паронда бо ин пул бароят тобути хушрӯ месазам. интихоб аз они туст, рӯзноманигор. рӯзноманигор аҷар. одами холдинг бинои худро чапа кард. бинои навсохтаи ҷандан холдинг ки чапа шуд сабабгораш одами сака иншоот будааст. қайд карда шуд ки ин одам вакили роҳбари ҷандан холдинг аяз шенгул аст. исбот шуд ки шенгул сутунҳои биноро бурида чапа кардааст. ин дуруст нест, дурӯғ аст. ман асли ин корро медонам. ту чӣ медонӣ нобакор? ту чӣ медонӣ? чанд муддат аст ки ман ин ширкатро назорат мекунам. аяз шенгул ин корро нахоҳад кард ва ба сака иншоот дахл надорад. агар бошад ҳам ман бо пул хабар нашр намекунам. ту чаро аз рӯзноманигороне ки дар гулугоҳ вилла доранд хабар надорӣ? фикр мекунӣ ки онҳо танҳо бо маошашон он вилларо мехаранд? онҳо ба ман дахл надоранд. ман худамро медонам. ба касбам эҳтиром дорам. ва оё ту ҳаёти рӯзноманигоронро наҷот медиҳӣ? қалами муваффақ ягон ҳикояи бофтаро менависед ва қалам номусатон мешавад. шикан аммо нафурӯш аз ҳама силоҳи пурқувват аст. ке ба инҳо бовар мекунад? ке бовар мекунад? бубин, силоҳи ҳақиқӣ ана ин аст. вақте ки ба баданат мерасад туро ба дунёи дигар мебарад. бо баробари пахш кардани фишанг на қалам мемонад ва на номус. фаҳмидӣ? акнун ба ман бигӯ ки хабари хоҳиш кардаи маро пахш мекунӣ ё ин ки ман фишангро пахш кунам? ки пахш мекунад, ту ё ман? парон нест, парон. гӯшти на ҳар парранда хӯрда мешавад ва бо пул на ҳар одамро харида мешавад. парон, парон. имрӯз ба коргарӣ ваколат додам. замини ба номи ман қайдшударо ба ширкат номнавис мекунад. шахсе ки маро дар дуздӣ гунаҳгор кард аз ӯ хасе ҳам намегирам. шахсе ки заҳрро ба асал омехта медиҳад ба ӯ салом ҳам намедиҳам. کاری آن روزنامه‌نگار را قطع می‌کنیم. زود. و خبری خواهش کرده من نشر خواهد شد. آن روزنامه‌نگار ستون این روزنامه است و این روزنامه دولتی نیست. شما خطا کردید گنرال. امین هستی؟ بله، امینم. قرار آخرینت این است؟ بله. بله؟ احسن. پسند آمد. ممکن است یک مرتبه زنگ زنم؟ نتیجه؟ منفی است. چیپ تاش را گرفتم. با سیاحت روان کن. تلفن رو خاموش نکن. بیهوده کوشش نکن. آن خبر را نشر نمی کنم. مایلش شربچه مایلش. آرام شو. آدمی مستحکم بوده ای. خواطر نشو. پس از 20 ثانیه آزاد خواهی شد.
دیدی؟ قلم شکست. مدیر روزنامه‌نگار از 2 ثانیه پیشتر استعفا داد. برای پخش نکردن این خبر یگان بهانه نداریم. و روزنامه‌نگار چیکار کردید؟ هیچ چیز نکردیم. به سیاحت رفت. سیاحتی دور و دراز. تو خود را کی میشماری؟ بسیار خنده‌آور هستی مدیر. من صاحب نوی این روزنامه هستم و رئیس تو هم. سخن آخرینم همین است. خدا به همه ما مرحمت کند. دیگر یگان گپ ندارم. آیاز شنگل تو هستی؟ بله منم. در حق شما شکایت است. آید خلابی و تشبس به آدم کشی است. چی؟ کی شکایت کرده است؟ چی خیل؟ شما شکایت کردید ها؟ شما رفتیم. مایلش میرویم. خدا بزرگ است. میرویم. میرویم. Ayaz. مسئله اونجات یعنی خانم پیچلی همه جا رو جستجو کردم اما نیافتم و پدرم منو سرزنش کرد. اما اونجات نیست. از من دیگر چیز رو خواهش میکرده التماس. دیگرش نمیشود. باید گفتم رو اجرا میکردی. بین حیاتت و مزار تنها آن حجت است جوان. بشیر لبی با قرض این جوان 3-0 علاوه کنید. چی؟ هر وقتی که با دست خالی آمد 3-0 علاوه کنید. اما این بی‌عدالتی است. دمت را گیر. در نزد من آید حق و حقوق بحث نکن. اگر زنده ماندن خواهی گفتم را اجرا کن. انتظار شو. واکوری دارد. در درون بشین. ما تو راجق میزنیم. مرحمت. خوب. فهمو میارم. وعده میدم که میارم. وقتی بسیار نداری و من نغمه رو دوست نمیدارم. با من نیرنگ بازی نکن وگرنه پشیمان میشوی. خوب شد است. قسم میخورم که حجت رو میارم. با بیرون برو. او را برید. رئیس صاحب سکه انشاءات قادر خوشی آمد.
Bashir, Fahmo. падар аз аяз ба полис ки хабар дод шумо хабар додед дар ҳаққи шумо таърифҳоро бисёр шунидам. махсусан хоҳиши маҳкам кардани ҷандан холдинг доштанатон ва гирифтани заминҳояш дар ҳама ҷо паҳн шудааст. на он қадар муҳим аст. паҳн кунанд. гӯш кунед. рақиби бузурги ҷандан холдинг яъне моем. агар бо шумо ҳамкорӣ кунем, ҳалдунро аз бозор дур месозем ва на танҳо заминро, балки тендерҳои шоҳроҳро низ аз дасташ гирифта метавонем. бисёр ҳаяҷонбахш. бале, ин бисёр ҳаяҷонбахш аст. агар пешниҳодамро қабул кунед, касе ба мо баробар шуда наметавонад. ягон кас ҳамроҳ табаддулот ҳам карда метавонем. ман оиди ин бояд каме фикр кунам. хабарро ба шумо мерасонем. метавонед равед. ташаккури зиёд хонам. ҳоло мебинед ки ҳамроҳ қувваи бузург мешавем. ба кӯлаи баландтарин мебароем. мо рақами як мешавем. бо иҷозати шумо, бо эҳтиром хонам. мебинем қодир. туро низ мебинем. аввал ба амният бояд наравем. ҳамин хел аст. аммо кори ту махсус аст. думи касеро паш кардае ки ҷонаш дард кардааст. агар дасти киҳо буданашро медонистӣ, ба чӣ гирифтор шуданатро хубтар мефаҳмидӣ. оиди ту тамоми корҳо ба анҷом расидааст. ба боварӣ комил дорам ки қарор ҳам додаам. заррае шанс надорӣ. шумо чаро ин корро кардед падар? ҳоло ягон далели аниқ нест. чаро аязро дастгир кунондед? чаро шумо ин қадар золим шудаед? золим манам ё шахсе ки ин шом маро захмӣ карда? кош бо парондан қонеъ мешуд. бо ин гапатон чӣ гуфтанед? оё ҳамин хел давом медиҳад? киличдаҳан амр медиҳад ва шумо бошед иҷро мекунед? ҳамин хел? духтарам, фарзандам, қурбонат шавам, маро гӯш кун. ин роҳи қафо гаштанро надорад. он қатора барвақт гузашта рафт. чӣ хеле ки ту барои қилич аз баҳри дӯстдоштаат аяз гузаштӣ, ман ҳам ба хотири шумо аз аяз даст кашидам. дар натиҷаи пешниҳоди далелҳои мақомот барои аз назар гузаронидани ҳуҷҷат додгоҳ дар рӯзи дигар монда мешавад ва дар ин муддат шахси гунаҳкор дастгир ва ҳабс шуданашро додгоҳи генералии Туркия қарор медиҳад. Bayramdan bayrama
sığınır sazlar. Kimine annesi ağlar, kimine kızlar. Kimine annesi ağlar, kimine kızlar. Böyle de düşkün zindana, yana yana. این کی باشد؟ با او مشغول شدی؟ با کی؟ با کی میشد؟ با خانم نسترن. چند روز میشود که آن زن گم شده است. ها نسترن آدم هایم جستجو دارم. تو خواطر نشو، شاید از یگانجا پیدا شود. تو این و آن را یک سو گذارو. امروز مجلسی مهم را گذراندم. اگر آن کار اجرا شود کسی با ما برابر شدن نمیتواند. کی؟ کاری چی؟ با پیچلی با خوردم. اوه در حقیقت؟ بله، و با او همکاری را پیشنهاد کردم. قوه هایمان را متحد کرده بر ضد هالدون تبدلات کنیم گفتم. چگونه شخص است؟ در حقیقت پیچلی است؟ بله پیچلی است. با بالای این باز در قفای تور می ایستد. دیوانه است چی؟ شاید میخواهد که نامش را مشهور کرده شهرتش را پهن نماید. اما من آن زن را معقول نکردم. اگر معقول میکردی چشمانت را میکندم. نخواد این خیل شود جانم. آخر دنیا در یک طرف باشد، تو باشی در طرف دیگر. ها البته. گوش کن جانم، آن زن پیچلی پیشنهادم را قبول و خواهشم را اجرا کند، پس از به مقصد رسیدنم او را از بازی بیرون خواهم کرد. فرنجیش را کشیده بسرش میزنم. به فکرم بینور است، وگرنه برای چه فرنجی میپوشد؟ شخصی است که با دین و ایمان کار ندارد. زیباگی باشد با مانند تو باید معلوم باشد. همین طور نیست حیاتم؟ ها؟ شما مردها. در آنجا کیست؟ خبر رو شنیدی؟ کدام خبر را؟ آدمان هالدون ایاز شنگول رو حبس کردند.
сабабаш қалобӣ ва одамкушӣ будааст. бисёр хуб, ҷояшро пайдо кардааст. ин хабару шунида ҳайрон нашудӣ? мин баъд аз қафои ӯ нахоҳам рафт. аҳамият ҳам надорад. ту бо онҳо чӣ кор мекунӣ? ҳеҷ. ба иқтисодиёт шавқ пайдо кардӣ? не. тартиботе ки мубориза мебарем мехоҳам ки идоракунандаҳояшро пайдо кунам ва килиш лухта ки кадоме аз инҳост мехоҳам ки бифаҳмам. хато кардем гул. бо шоху барг машғул шудем. бо пиёдаву лухтакҳо мубориза бурдем. аз ҳама муҳимаш бояд решаи тартиботро пайдо кард. бифаҳмем ки кӣ ин тартиботро идора мекунад. пул ба монанди об аст гул ва решаро таъмин мекунад. дарёҳои калонтарин андар зери замин мегузаранд. то он дарёҳоро пайдо накунем, решаро хушк кардан наметавонем. яъне бо аяз ё дигарон машғул шудан маъное надорад. охир ӯ низ лухтак аст. агар ба даст гирад ва дасташ ба дард ояд, аввал мепартояд. онҳо низ ҳамин хеланд ва ин интихоби онҳост. мо бошем аз паси кори худ мешавем. корамон чист? пул. бояд пул пайдо кунем гул. агар пул набошад ин одамонро мағлуб карда наметавонем. оё ёфтани пул ин қадар осон аст? дар сарат чӣ фикр? Bir fırtına tuttu bizi deryaya gardı. O bizi kavuşmalarımız ayarı mahşere kaldı. шумо кори дуруст кардед, хавотир нашавед. бояд аязро барвақттар хабар медодед. ман инро ба шумо гуфтанӣ будам, аммо шарм кардам. фикр кардам ки хато мефаҳмед. ӯро ба ҳабс равона кардани шумо роҳи дурусттарин аст. барои ояндаи ширкат аз ҳама роҳи беҳтарин ҳамин аст. хуш бачаҳо, бархезед. барои шумор ин ҷойро холӣ кунед. зудтар, зудтар! як лаҳза, йигитро надидӣ? توبه توبه. аз тарафи чап номҳоятро гӯед. Sametgin Doğdu. Ali Katalay. Mehmet Altıntop. Osman Taş. İbrahim Okumuş. Mustafa Gündoğdu. Olcay Kararslan. İbrahim Tuncay. Eyüp Başkirişçi. Kaya Arımak. Musracı. Emre Aktepe.
چی؟ نامد چیست نامد؟ Ayaz. نسبت چی؟ تو Ayaz Bunyol نیستی؟ Şengul. Ayaz Şengul. Ahmet Erdoğan. Yetişecek. Salih Oral. وقت به آخر رسید به درون درآید. نجام و طلاها را به این انداز. انداز گفتم. این کجا شده باشد؟ کفایه قفا رو. شما رو آتش میزنم گفته بودم. اکنون سوزید. کنه خوردی بیا به نزدی آتش را ایستاده کمی گرم شو. روزهای اول همین که دشوار میگذرد اما بعدا عادت خواهی کرد. چنان عادت میکنی که پس از آزاد شدنت به مانند ماهی عذاب برآمده میشوی. بین هم بسیاری ها از اینجا برآمده باز بر میگردند. بیهوده اینجا را جای دمگیری نمیگویند و کسی پناهگاه و دیگری جای جزا و به بعضی ها باشد مدرسه یوسفی است. یگان روز تو هم میفهمی و آن وقت به چی بودنش قرار خواهی داد. تا آن وقت اسیان کردنت مقرری است. خیر. آشیانه یکم رقم 103.
کار تازه شد خانم پیچلی. باید میدیدید که من با مانند جیمز بوند بودم. یکی میآید دیگری میرود، یکی میآید دیگری میرود. برای این حجت بسیار خطرها رو پس سر کردم. گرفتن این حجت ذره آسان نشد، اما من شخصی می باشم که کارهای دشوار رو اجرا میکنم. حالا باشد من به وعده‌ام وفا کردم. اکنون نوبت شما. سندم رو دید. سند رو بده. با من دید بشیر جون. ایست. چی گپ است؟ باز با اول برگشتیم. آخر شما به من وعده داده بودید. حجت رو آوردم. باز چی میخواهید؟ بله. پدر خودت رو فریب کردی. برای این که میباشد هم باید شرم میداشتی. ندانم. این چه خیل میشود؟ اجرا کن گفتید اجرا کردم. بله. اما این نصف خواهشی کرده من بود. با تو یک کار دیگر میفرمایم. بعدا سندت رو گرفته میروی. باز چه کار است؟ حجتی که به من دادی به جایش این رو میگذاری. اوف اوف باز حجت است. به پیچلی اعتراض نکن. مایلش من این حجت رو به جایش میگذارم، اما این بار آخر است. دفعه آینده سندم رو میگیرم. این بار آخر است. مایلش این طور باشد من میروم. او را برید. با پدرش باید رحم کرد که این خیلی پسر احمق دارد. اما من بد رحم کردن نیست. به حالدون باشد هیچگاه. من تنها به دخترم مرحمت دارم. برای دیگری رحم نیست. باید همه چیز به مانند ساعت کار کنند. آن ایاز شنگول نباید از درون زنده براید. خواه گلو گیر کنند یا اینکه خودکشی کرد گویند و اگر خواهند سوزن زنند. فهمیدی؟ آن شخص از آنجا نباید زنده براید. تشویش نکشید. با مانند پرنده در قفس تنها خواهد ماند. بسیار خوب. هر دقیقه رو یک به یک به من نقل کنید. وقتی که کار به آخر رسید به من خبر دهید. ای خدا، ایاز رو در محبس میکشند. باید به فرهاد خبر دهم. فکر کردم که شاید به نزد شما رفته است، اما کی صراف. فهمیدم. اگر فرهاد بیاید به من حتما خبر دهید. در پناه خدا باشید. با تلفن جواب ده فرهاد، جواب ده. سلاحت را گذاشته تسلیم شو. سرداری کلان شعبه پلیس گوش میکند. خواستم که خبری دزدی را به شما گویم. در دکان زرگر دزدی شده است. جای دزد را میدانم. ایاز را حبس کردیم اما این کفایه نیست. برای دهانش آوان نکردن باید نفس کشیش را قطع کنانیم و این وظیفه به عهده توست. این کار را حل کن.
ба телефонат ҷавоб деҳ, Фарҳод, ҷавоб деҳ. ба ғайр аз ту дигар касе ӯро наҷот дода наметавонад. додаратро дар куҷои ту е одам? додаратро мекушанд, аммо ту дар куҷоӣ? ту дар куҷоӣ? ман ба ин роҳ намедиҳам. ин дафъа ба ӯ бовар карда метавонем? азодаи кор баромада метавонад? дар вақташ шубҳа карда будем, аммо вазифаи охиронашро бо муваффақият иҷро кард. ба фикрам иҷро мекунад. шумо бидонед ки Аяз Шенгул мурдааст. мебинем. Аяз Шенгул барои хабаргирият омаданд. ҷонон, лабай ту ту дар маҳбасам ба наздам омадӣ. гӯш кун, агар барои ҷандан ҳолдинг ба ёрӣ омада бошӣ, хатои бузург мекунӣ. ман истеъфо додам. мин баъд на ҳалдун муҳим аст, на қодири парранда. агар онҳоро нақл карданӣ бошӣ, наранҷ. ман кор дорам. эй, маро гӯш кун. барои онҳо не, ин дафъа барои ҳаёти ту омадам. туро инҷо барои куштан ҳабс карданд. дар дарун касе туро кушта нест. нақшаашон ҳамин аст. Ки? Ки маро кушта нест? намедонам. ки буданашро намедонам. шахси номаълуме. бо диққат бош ва ба касе бовар накун. фаҳмидӣ? Bayramdan bahar